سلام دوستان، خسته نباشید. آیا فکر میکنید اگر اوراق مالیاتی رو تحویل نگیرید قانون هیچ کاری نمیتونه انجام بده؟ تبصره 2 ماده 203 کامل در این خصوص توضیح داده. سازمان امور مالیاتی میتونه برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی هم استفاده کنه. مأمور پست باید اوراق رو به شخص معدی یا بستگان مستخدم اون در محل ابلاغ کنه و در نسخه ثانیش بنویسه که به چه کسی ابلاغ کرده. اگر هیچ کدوم از این اشخاص در محل حضور نداشتن، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه عبارت 15 روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد و در اوراق مذکور قید میکنه و به نشانی معدی الصاق میکنه. اگر در مراجعه دوم هم کسی حضور نداشت، در ذیل اوراق ذکر میکنه و به نشانی معدی الصاق میکنه و نسخه اول رو به سازمان امور مالیاتی عودت میشه. اوراقی که به این ترتیب الصاق میشه از تاریخ الصاق ابلاغ محاسبه میشه.